به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و همراهان دو شبکه افغانستان ملی و ملی سپورت. خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه‌های افتخار. طبق معمول باز هم میلاد نجیب با جمع از همکاران خوب و مستعد و پرکار خودم تا یک ساعت دیگر مهمان خانه های شما هستم. انشالله که تا پایان بیننده این برنامه باشه. دور سوم رقابت های مبارزات آزاد سازمان MKFC چند قبل برگزار شد و سرانجام با پیروزی ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان به پایان رسید. در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم با قهرمانانی که امروز در برنامه افتخار مهمان ما هستند. هر یک معراج هاشمی و سمیع الله ظاهری، دو آینده‌دار رشته مبارزات آزاد افغانستان. مهمانا بسیار تشکر که دعوت پذیرفتین. دوربینای ملی و ملی سپورت دو شبکه افغانستان در اختیارتان است. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. تشکر از برنامه شما که برای رشد ورزشکارا همچون برنامه میگیرین. سعید معراج هاشمی هستم، یکی از فایتران MMA در افغانستان در وزن 70 کیلوگرم و یکی از فایتران سازمان MKFC. بسیار خوش آمدید. سمیع الله ظاهری. زنده و سلامت باشی میلاد جان. ما هم نوبه سلام عرض ادب خدمت تمام ملت افغانستانم و از شما و تلویزیون زیبای تو ملی سپورت. سمیع الله ظاهری هستم، یک از ورزشکاران مبارزات آزاد. بسیار خوش آمدید. در ابتدا پیروزی تان مبارک باشه. ابتدا از خودت شروع میکنیم هاشمی صاحب، در مورد شرایط و آمادگی برای رقابت هایی که گذشت میشه به ما و بیننده ها بگویی. در این مسابقه ما آمادگی زیادی گرفته بودیم، مدت 3 ماه قرنطین بودیم. بسیار و قسمی که در دور دو هم ما گفتم ما میخوایم که از سازمان MKFC کمربندش بگیرم. بسیار خوب. در MKFC 2 تانستم عریف ما راوند سوم نکاوت کنم و در این مسابقه که چند روز پیش MKFC 3 عریف ما توسط میشن راوند 3 تسلیم ساختم و ما میخوایم کمربند سازمان MKFC را از آن خود کنم. در وزن چند کیلو؟ 70 کیلو. بسیار خوب. دیگه خط سرخت از کمربند سرخ. بله. کمربند. بله. باید کمربند تعلق به خودت بگیره. وزن چند؟ 70 کیلو. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردیم. سمیع الله ظاهری، معراج هاشمی بسیار قاطع است. اگر پروفایلم ثبت میکردم من میگپش بود که من کمربند میخوایم، اگر مسابقه را داد در بخش کامنتری هم با ما بود فقط کمربند میخوایم. سمیع الله ظاهری بر ما میگه که در برابر وطندار خودش شمریز احمدی چگونه مسابقه کرد و چقدر آمادگی گرفته بودید در برابر شمریز احمدی؟ میلاد جان مدت 3 ماه بود که ما شاهد بودیم که قرنطین بودیم که مسابقه ما میشد که 20 روز بار پس رفتی دوباره ما زحمت‌های زیادی را کشیدیم دیگه. مسابقه است دیگه. بسیار بیادرتون باشه دیگه، مجبور هستی که جورش فایت بکنی دیگه. هر چی از بیرون قفس است. بیرون قفس. داخل قفس حریف است. حریف است. 3 راوند بازی کردی با شمریز احمدی و مسابقه شما یگانه مسابقه بود که البته همراه با مسابقه حامد امیری اصلا پیش بینی نمیشد. اصلا نمیگفت کسی که سمی برنده است یا شمریز. 3 راوند بازی کردی، کمه مشکل ساز نبود برات؟ خب مشکل ساز نبود. مشکل در جای چی بود که ما تمام مسابقه ما در راوند اول نکاوت کردیم. در راوند دوم که بسیار حریفم پرقدرت بود، نو ریکورد داشت به نام خواجه متین صدیقی بود. در راوند اول ما شکستش دادم. بسیار خب بیجا جای سختیش مشکلاتش اینجا بود که قوانین فرق میکرد که البو و نیکیک نبود. اگر البو و نیکیک میبود شاید یام در راوند اول نکاوت میشد دیگه، کدام مشکلی نداشت. بسیار خوب. در برابر شمریز احمدی پیش از اینکه پا به قفس مبارزه بگذاری پلان چی بود؟ میخواستی روی پا در برابرش مبارزه بکنی یا اینکه زمینگیرش بسازی؟ خب ما میفهمیدم که ما فایتر استرایلر هستم و سر پای کار میکنم و زمینی میره. بله. خب ما در این مدت 3 ماه هم استاده ما خوب کرده بودم هم زمینی ما، چون در برابر استاده خود جور میکرد ما در برابر از زمینی ما جور میکردم. خب ما الحمدلله از چیز کم نیستم، از صد میشن، از پهلوانی، از باکس، از پهلوانی صد میشن هیچ چیز کم نبودم. ما آمادگی هم تام خودم گرفته بودم. بسیار خوب. به خودت برمیگردم، اما قبل از اینکه سوال از خودت بپرسم از هاشمی پرسان میکنم. هاشمی دور گذشته قسم خودت هم گفتی دور دوم سازمان MKFC خودت با یکی از ورزشکاران افغانستان مبارزه کردی و در دور سوم عین ماجرا تکرار شد. خودت درخواست بازیکن بیرونی نمیکنی یا اینکه سازمان برات حریف بیرونی حاضر نمیکنه؟
در اول که ما فایت میکنیم باید از همون کسایی که مدعی وزن ماست که میگه ما بهترین هستیم او را شکست میدیم. بعد از او حریف خارجی میه و ما بهترین ها را شکست دادیم. دور MKFC 4 حریف ما هم خارجی است. بله. و در دور پنجم 100% کاندید کمربند خودم است. بسیار خوب. یعنی تا حالا بازی که قرار است در آینده دور چهارم برگزار بشه او بازی تن بالای کمربند نخواد باشه؟ نه خیر. گپ زدی امروی سازمان؟ با سازمان گپ زدیم، طبق که از استاد خالد شنیدیم در دور پنجم کمربند میمانه و دور چهارم امروی حریف خارجی فایت داره. بسیار خوب. در افغانستان در وزن 70 کیلوگرم دیگه کی است که او هم مدعی باشه بالای کمربند سازمان MKFC؟ در سازمان MKFC اسمت الله عادل فایتر که در MKFC است. بله. قرارداد فعلا خبر ندارم کدایانی، خب امو است. بسیار خوب. به خودت برمیگردیم، میریم پروفایل میراج هاشمی را میبینیم که قبل از تقابل و قبل از اینکه پا به قفس مبارزه بگذاره در برابر حریف به حریف خود چه گفتنی داشت؟ آمادگی های میراج هاشمی بود که قبل از بخت آزمایی در برابر حریف خودش انجام داده بود. از آمادگی با متهم برخوردار بود و آمادگی و تمریناتش سرانجام نتیجه داد و در راند چندم حریف شکست سوم. یعنی با تصمیم داورا پیروز شدی. سبمیشن بسته کردی. بله. بسیار خوب. سمی جان، رکوردهای تا حالا بس چه قرار است؟ حالا که از یک بازی سخت و نفسگیرم عبور کردی، فکر کنم ما کومنتی هم کردم بازی خودت 5 پیروزی بدون شکست. بله، امروزی 5 پیروزی شد بخیر. بسیار خوب. و پلانا چی است؟ دوست داری بازم در افغانستان بازی بکنی، مبارزه بکنی، یا اینکه فکر بیرون از افغانستان و فتح مرزهای بیرونی به سر داری؟ خب این آرزوی هم ورزشکارای عزیز ماست که زحمت میکشن. بله. و به می زحمت میکشیم. بسیار. به می رو زحمت میکشیم که یک روز بتونیم بخیر به سازمانهای بالا بریم و ان شاءالله که اعتماد هم داریم که میرسیم. بسیار. خب فایترهای بالا خوب فایتران داریم، اما کسی نیست که ما را رشد بده، کسی نیست ما را اسپانسر کنه. این بهترین فایترها داریم در وزن ما. بله. و ان شاءالله زحمتای خود کشیدیم، در وطن ما فایت میکنم و ان شاءالله پیشرفت هم میکنم و در کشورهای خارجی هم ان شاءالله که نام کشور ما را بلند میکنم. وزن چند کیلو فایت میکنی؟ 61 است فکر کنم. 61 سال بخیر وزن من 2 وزن بالا رفتم و دیگه در برنامه ما فکرتان شده باشه گفتم که من دیگه در 61 فایت نمیکنم. وزن 65 66. بسیار خوب. و رفتم در وزن 65 و یک مورد دیگر باید یادآور بشم که استاد وحید امیری هم بود شب مسابقه. استاد وحید نعیمی. استاد وحید نعیمی مچ میکر است، مچ میکر که در روسیه بازی‌های ورزشکار افغانستان. بله. با او کدام گفتنی داشتی، گفته شنودی که برات بازی در بیرون از افغانستان ست بکنه؟ خود تا هنوز نگفتیمش. و از همین کمره سازمان، از کمره تلویزیون ملی اسپورت میگیم که بهترین ورزشکارا داریم، بهترین فایترها داریم، این باید اسپانسری کنن، باید همراه ما کمک کنن که ما بتانیم به کشورهای خارج بریم، بخیر نام کشور ما را بلند کنیم. بسیار خوب. به خودت برمیگردم. بریم با آمادگی‌های سمیعالله ظاهری، ورزشکار خوب و آینده‌دار رشته مبارزات بازداد افغانستان، ببینیم که قبل از تقابل با شمریز احمدی از چه آمادگی‌هایی برخوردار بود. درود مجددمون را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل پذیرا باشید. ادامه برنامه افتخار است و من میزبان دو ورزشکار، دو ستاره رشته مبارزات آزاد افغانستان هستم، میراج هاشمی و سمیعالله ظاهری. میراج جان، در مورد ریکوردها و بازی‌های بر ما بگو. فکر کنم خودت هم شکستی در کارنامه نداری تا اینجای کار. ما 12 پروفشنال فایت کردیم که خوشبختانه 6 دانش تنها ثبت شیرداک است که هر 6 برد می باشه. بله. و ریکوردهای دیگه
آماتور یا دیگه فعلا پروفشنال 6 برد دارم بدون باخت. بدون باخت. و تشکری میکنم از استادم که ناگفتن نبان، استاد عبدالبصیر محمدی که همیشه بالای مزاحمت کشید، و از این دوره استاد خالد کریمی که مسابقه ما را ترتیب کرد، زحمات شبانه روزی استاد خالد کریمی را به ما کشید. بله. واقعا قابل قدر است. و رئیس سازمان نصرت الله نیکزاد که سر فایترهای داخلی خرچه میکنه، مسابقه های لایو برگزار میکنه، حریفای خارجی میاره. یک فایتر فعلا در شرایطی که ما هستیم نمیتونه که از جیب شخصی خود کدام فایت خارجی بره. بله. در حساب پاسپورت بخوای جنجال زیاد ما داریم، در حساب ویزا از کشورهای دیگه بخوایم مجبور هستیم به پاکستان کشور دیگه بریم تا ویزا و کشور بگیریم. بله. زیاد سختی و مشقتایی است. اما سازمان MKFC بدون کدام درد و رنج در خانه در کشور خود ما به ما فایترهای خارجی میه، باید است قدر زحمتایشان بفهمیم و سپاسگزارشان باشیم. سلامت باشین. انشالله که همین رقم رقابت‌های جهانی در کشور خود ما برگزار بشه و ما میزبان ورزشکاران بیرونی باشیم در افغانستان، چنان که بودیم در دور گذشته. سمیع جان، حالا که بازی تمام شد و خوشبختانه و با برنامه تانستی که حریف شکست بدی، تمرینات حالا چگونه پیش میره؟ تمرینات ما میالم قرنطینه نیستم، اما تمرینای ثقیل است. بله. روز 2 تایم تمرین میکنم. تشکری خاص میکنم از استاد محترم استاد نجیب الله سلطانی که در این مسابقه بسیار سرمزیامت زیاد کشیده بود. واقعا در مسابقه، اما در این مسابقه زحمت‌ها را بسیار کشیده بود. و از استاد وحید نعیمی، از پدرجانم استاد جمشید امیری، از تک تکشان تشکری خاص میکنم که مرا حمایت میکنن، مرا زحمت میکشن. بسیار تشکر از استادان. واقعا استاد سلطانی کسی است که قهرمانان خوبی را در رشته مبارزات آزاد برای جامعه ورزشی افغانستان تقدیم کرده. عمده‌ترینش هم میتونیم اشاره بکنیم به وحیدالله نژند که حالا در قاره سبز در اروپا میدرخشه و حریفا را یکی پس دیگر از پیشرو برمیداره و پرچم افغانستان در رویدادهای جهانی به اهتزاز در میاره. میرا جان، در مورد برنامه‌های آینده برای ما بگو. چه هوایی در سر داری؟ دوست داری که دیگر چه کارهایی بکنی؟ با چگونه ورزشکارای بیرونی مسابقه بدی؟ ما روز به روز میخوایم فایتر باشیم که از یک فایت قبلی خود که در فایت دیگه بالاتر باشه، خوبتر باشه، کمکاستی های ما چیم از بین ببرم. بله. و میخوایم بهترین ها رو شکست بدم. ما نمیخوایم ریکارد بانیم، میخوایم ریکارد بشکنیم. بهترین ها رو بزنیم، خود ثابت کنیم که بهترین ما هستیم. بسیار خوب. دوست داری که حریف بعدیت از کدام کشور باشه اگر قرار باشه که با حریف بیرونی مبارزه بکنی؟ کشور روسیه. دلیلش چی است؟ دلیلش خود زیاد چون اکثریت ورزشکارای افغانستان دوست دارن که با روسا، مخصوصا داغستانیا مبارزه بکنن. به خاطر حریفای بسیار سرسختی هم هستن، بسیار یک فایت خشن هم میشه، جالب هم میشه. بعد کشورهای نزدیک فایترهای نسبتا ضعیف دارن، اما حریف که خشن سخت باشه هم فایت مزه میده. طبیعتشان مثل کی است؟ مردم افغانستان. مردم افغانستان. و در مورد پلان و برنامه‌های سمیع الله ظاهری هم میشنویم. زحمت‌ها رو میکشیم ان شاء الله. پلان من است که بخیر بعدی دیگه تشکری میکنم از رئیس صاحب نصرت نیکزاد که 2 فایت ما برنده شدم. با ما گفته بود که باید 2 تا را ببری. با ما بله. 2 بهترین ها را بردم و با ما وعده کرده که ان شاء الله دور بعدی خارجی است. ان شاء الله پلانایی است که تمرینای مدگام ثقیل کنم و آمادگی آمتام خاص دارم بخیر به دور بعدی که وارد قفس شم همراه خارجی باشه. بخیر تنظیم شده دیگه، حریف بعدی حریف بیرون مرزی است ان شاء الله تنظیم شده. و خودت دوست داری که با کدام؟ ما میشم میراجان و باید با فایترهای بالا فایت کرده بریم که اگر خدای که ظرفیت داشته باشیم که ایجا بخیر در کشور دیگه میریم بتونیم شو را شکست بدیم. اگر همراه فایتر ضعیف فایت کنی سبار از یک جای بری نمیتونی که اونجا فایت کنی. بله. هرچی حریفت قوی تر باشه با حریف قوی فایت کنی اما خوبتر از برند. بسیار در جای دیگه بری میتونی که فایت برنده شی. بسیار خوب. میرا جان، به عنوان پرسش آخر چی گفتنی داری به ورزشکارای وزن 70 کیلوگرم؟ ما با ورزشکارای وزن 70 کیلوگرم هیچ گفتنی ندارم. فقط به سازمان MKFC هر کسی که به ما 100% شکستش میتونم به زور از الله. ما با ورزشکارای 70 کیلو کدام گفتنی خاص ندارم. ما فقط در سازمان MKFC مدعی کمربند هستم و هر کی به شکستش میتونم. بسیار خوب. بله. سمیع الله ظاهری دیگه 61 کیلوگرم رها کرد و
رفته دیگه وزن خود بالا میکنه و دوست داره که در وزن 63 و 65 کیلوگرم مبارزه بکنه. تفاوت هم داره. آیا امکان داره که سمیع الله ظاهری با مو 6-7 کیلو وزنی که نسبت به خودت پایین است خودت چالش بده؟ امکان داره در ورزش مبارزات آزاد جا داره که این تفاوت وزنی مسابقهش تنظیم بشه؟ بله جا داره که دو ورزشکار که دیگر چالش میته و در وزن هم دیگه خود برابر میکنه، یا ای بالا میه و او پایین میشه. خو سمیع جان هم بسیار یک فایتر قهرمان خوب ماست و سنگ در جای خود سنگین است. در وزن خود است، ما در وزن خود. بسیار خوب، یعنی باید در وزن خودش قهرمان باشه. بسیار خوب. سمیع جان چه گفتنی داری؟ کدام گفتنی باشه؟ دو شبکه افغانستان ملی و ملی سپورت در خدمتت است. کدام گفتنی خاص ندارم دیگه. تشکری خاص میکنم از تلویزیون ملی سپورت، از کارمنداش و کدام گفتنی خاص ندارم. سلامت. کدام گفتنی باشه میراج؟ ما در آخر بازم میگم تشکری بسیار میکنیم از استاد خالد کریمی که واقعا حتی وقتی که صبح اینترنت های ما را فعال میکنیم که استاد خالد آخرین بازیش 4 صبح بود، 3 صبح تا مکمل شوان آرام خوابی میکرد، مسابقه ما را تنظیم میکرد. و استاد نصرت الله که سرمایه گذاری میکنه و مسابقه را در این شرایط در افغانستان ما تو سپانسری هم نداریم که به می سازمان ما تو سپانسری کنه. کدام از هر نوع شرکت باشه، انرژی یا کمپانی مخابراتی ما تو کدام سپانسری ویژه هم نمیکنه که سازمان از او کدام فایده بسیار به دست بیاره. اما خدمتی هم که در این شرایط میکنه ممنون، سپاسگزار همشان هستیم. بس از شما هم سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین با ما در برنامه همکار بودین و شریک بودین. برنامه ادامه داره، میریم با هم یک میان برنامه کوتاهی را میبینیم. در بخش دیگر برنامه بازم من میزبان قهرمانان و ستاره های رشته مبارزات آزاد افغانستان هستم.